تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به مهبط تن باز می گردد، چون جرقی جسته از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند. اصلا دیگه اینجور نیستم که فکر کنم حالا مثلا کی یه حرفی زد من ناراحت شدم، یا خیلی حسم اینه که همش فکرم به خداست. یعنی هر کاری که میخوام انجام بدم فکر میکنم که این مثلا این خدا الان از این کار راضیه من انجامش بدم، نه اینکه حالا فکر کنم دنیا برام بی ارزش شده. دیگه اصلا به اون فکر نمی کنم که حالا کی مثلا این حرف زد، حالا من دلم برای اون طرف میسوزه. الان میگم وای مثلا این نمیدونه، این الان خبر نداره که اون دنیا چه خبره. بیشتر مثلا این دنیا برام خیلی پوچ شده، بیشتر مثلا اون دنیا برام مهم شده. همه تو فکرم که اعمالی انجام بدم به خاطر اون دنیای خودم. چه اتفاقی افتاد؟ پوران شیروانی نژاد هستم، متولد 1349، اصالتا اصفهانی هستم و ساکن اصفهان، ولی تجربه‌ای که دارم در استان خوزستان شهرستان آقاجاری اتفاق افتاده. پدرم سالیان زیادی اونجا زندگی می‌کردن، پیمانکار شرکت نفت بودن، مادرم خانه‌دار بودن. 4 تا فرزند دارم، 2 تا دختر و 2 تا پسر. سال 56 بود، اواخر اسفند ماه. یه روز صبح بود، پدرم رفته بودن شرکت نفت امیدیه. این شهرهای خوزستان، این آقاجاری امیدیه به هم نزدیکن. ما آقاجاری زندگی میکردیم، پدرم رفته بودن امیدیه. مادرم توی خونه بودن، 3 تا از خواهرام تو خونه بودن و خودم. من یه خواهری دارم که 3 سال از خودم کوچیک‌تره، یعنی اون زمان که من 8 سالم بود اون خواهرم 5 سالش بود. ما اسمشون؟ لیلا. ما معمولا توی حیاط جایی که خیلی دوست داشتیم بازی کنیم این 3-4 تا پله اولی بود که راه پله‌ها که میرفت به طرف پشت بام، معمولا میشستیم این 3-4 تا پله اول اینجا بازی میکردیم. بعد اونجا بازی میکردیم که متوجه شدیم که یکی رو پشت بام هست، یعنی در پشت بام به طرف پشت بام قفلش خراب بود، نمیشد کسی اگه رو پشت بام بود نمیتونست اونا قفل کنه، ولی از داخل میشد اونا قفل کنیم. ما هم اجازه نداشتیم، هیچ وقت اجازه نداشتیم که تنها روی پشت بام بریم. اون لحظه احساس کردیم این دروازه یکی رو پشت بامه و این خواهرم اون بالا درس میخوند و به خاطر اینکه این در چوبی بود سر صدا ایجاد نکنه این در رو باز گذاشته بود و یه چیزی هم گذاشته بود جلو این در بسته نشه. ما چند تا پله رفتیم بالا، صدای خواهرم رو شنیدیم، متوجه شدیم خواهرم روی پشت بامه. اسم ایشون؟ شهناز. بعد خب مادرم هم توی اتاق خیاطی میکردن. یکی از خواهرام هم توی همون اتاقی که مادرم خیاطی میکرد درس میخوند. زمان امتحانات بود، اسفند ماه بود. پس شما لیلا خانم توی حیاط، شهناز خانم روی پشت بام. بله. یه خواهر دیگه داخل؟ بله. اسمشون؟ ژیلا. بعد وقتی متوجه شدیم خواهرم روی پشت بامه رفتیم بالا. اسفند 56 بود. اون زمان من برای هم دیپلم هم کنکور میخوندم.
چون درخت کنارمون تمام فضای خونه رو گرفته بود و سایه بود، من رفتم رو پشت بام. اون خواهر بزرگترم گفت که من اینجا درس دارم، برین پایین، من دارم درس میخونم. اصلا من شما که اون پایین سر صدا میکردین اومدم رو پشت بام، ولی ما توجهی به حرف خواهرم نکردیم. خواهرم اومدن پایین، به مادرم گفتن اینا نمیذارن من درس بخونم و اینا رو اینجا مشغولشون کنین و نیان بالا. مادرم هم خب خیاطی میکردن، بلند شدن گوشه حیاط یه زیرانداز پهن کردن، یه سری اسباب بازی برای ما اونجا گذاشتن و گفتن که بشینید اینجا بازی کنین. حالا این بازی که میکردیم مهمان بازی بود و برای پذیرایی احتیاج به میوه داشتیم. درختی توی حیاط داشتیم که این درخت کنار بود. بعد این شاخه‌های یه سری از شاخه‌های این درخت تا لب اون حصار لب پشت بام رسیده بود. اواخر اسفند ماه بود دیگه، این شاخه‌های پایین این درخت میوه نداشت، شاخه‌هایی که تو ارتفاع بود میوه داشت. توجهمون جلب شد به کنارهای این درخت. یک شاخه بود که این شاخه جدا از انبوهی درخت، جدا یه شاخه فرعی رفته بود به طرف بالای سقف راه‌پله‌ها. این سقف راه‌پله‌های ما به حالتی بود که 2 تا سقف داشت، یکی بلندتر که این بلندتره حتی بزرگترای ما اگه میخواستن برن باید نردبون میذاشتن، ولی یکیش پایینتر بود، حالت پلکانی داشت. یه سقف دیگه هم داشت. این سقف رو من همیشه دوست داشتم تجربه کنم، همیشه دلم میخواست برم این بالا. کوتاه‌تره؟ بله، از سطح پشت بام بالاتر بود ولی از اون سقف کوتاه‌تر بود. بعد سرپشته 2 پله. بله. بعد فکر میکردم که این چه جای خوبیه برای بازی، یه پشت بام کوچیکه و خیلی دوست داشتم که برم اینجا. بعد ما اجازه نداشتیم اینجا بریم. بعد من اون لحظه فکر کردم با خواهرم که نگاه میکردیم به این شاخه، میگفتیم این کنار داره خوبه بریم این شاخه رو بتکنیم. یه لحظه من فکر کردم که خب من که نمیخوام کار اشتباهی انجام بدم، میرم فقط این شاخه رو تکون میدم و میام. دیدم خب الان این خواهر کوچیک‌ترم دنبالم میاد، خب اگه این بیاد اون خواهرم هم متوجه میشه، اصلا نمیذارن اون قسمت پشت ما من برم. خواهرمو فرستادم بره یه ظرف بیاره از تو آشپزخونه. خواهر کوچیک‌ترم که رفت تو آشپزخونه، من رفتم بالا. دم پایامو روی پله اول در آوردم که صدای پامو اون خواهرم که درس میخونه نشنوه. وقتی خواهرم رفت توی آشپزخونه سری من رفتم بالا، نگاه کردم مادرم هم لیلا رفت تو آشپزخونه. لیلا رفت تو آشپزخونه. مادرم حواسش نبود، سرش پایین بود خیاطی میکرد. تو اتاق اونا نگاه کردم. وقتی رفتم این خواهرم داشت با صدای بلند درس میخوند، پشتش به در پله بود، اصلا متوجه حضور من نشد. به آرامی از پشت سرش رفتم. کنار این دیوار یه هاون داشتیم ما، این فلزی بود. پدرم از اضافه لوله های انتقال گاز اینا ساخته بود. یک حدود 30 سانت ارتفاع داشت. این برعکس پای دیوار بود و شبها کلبن یا پارچه آب رو این قرار میدادن. بعد این هاون که پای دیوار بود، من پامو گذاشتم روی این و به راحتی رفتم بالا و اصلا خواهر من متوجه نشد. وقتی رفتم اون بالا، برعکس تصورم که از توی حیاط فکر میکردم این شاخه به این قسمت نزدیکه، دیدم این به طرف حیاط هم جلوتره و هم خیلی بالاتر. بعد فکر کردم که خب بیام جلوتر، شاید نزدیکتر بشم. وقتی اومدم یه سری آجر لب پشت بام بود که اینها به صورت تزئینی به کار رفته بود، حالت کج. به محض که روی اینها قرار گرفتم، یک دفعه این 2 تا آجری که روشون بودن یه تکون خوردن و تصویر قطع شد. من دیگه هیچی ندیدم. من وقتی این آجرها تکون خوردن تصویر قطع شد. افتادن خودم رو ندیدم، اصلا ندیدم که مثلا معلق باشم تو هوا، ندیدم اصلا بیفتم، ندیدم اصلا مثلا توی حیاط افتاده باشم.
معلق باشم، مثلا هیچ کدوم. به محض اینکه این آجرها تکون خوردن دیدم توی اتاق روبروی مادرم نشستم. گفتش که ما مشغول بازی بودیم، من یه دفعه تو در حین خاله بازی گفتم که برم از مثلا توی بازیمون من برم از میوه های این درخت بچینم بیارم. رفتم بالا پشت بوم، بعد دیدم دستم به درخت نرسه، رفتم روی لبه پشت بوم. حالا اونقدر که من یادم، چون پارسال بر من تعریف کردن، رفتم روی لبه پشت بوم، اومدم که دستمو دراز کنم که یه دونه از این میوه ها رو بچینم، یه دفعه زیر پام خالی شد. دیدم توی اتاق پیش مامانم هستم که داشت خیاطی میکرد. یعنی من قبل از اینکه این آجرها بیفتن داخل اتاق بودم، چون خواهرم ژیلا خانم که تو اتاق درس میخون یک دفعه سرش رو آورد بالا، گفت مامان صدا چی بود؟ یه صدایی اومد. بعد اینها رو الان من تفکیک شده میگم و اینها همزمان بودن. یه دفعه گفت مامان شنیدی یه صدایی اومد؟ بعد خم شد، توی حیاط نگاه کرد. بین اینکه این تصویر قطع شده پیش مادر بودید مدتی تاریکی و سکوت بود یا نه؟ بله. یک دفعه همه جا تصویر قطع شد، یک دفعه سیاه شد. بعد از مدتی که تصویر قطع شده بود خودتون اونجا دیدین؟ بله، یک دفعه زمان این بیشتره، یک کمی این سیاهی این که تصویر قطع شد بیشتر چشم به هم زدنهای بعدی بود، مثل چشم هم زدن جا به جا شدن، یک کمی این بیشتر بود. یک دفعه همه جا تاریک شد، سیاه شد و بعد با یه مکس کمی دیدم توی اتاق روبروی مادرم هستم. مادرم قیچی دستش بود و داشت به این لباسی که پهن بود نگاه میکرد. من دقیقاً میدونستم مشکل این لباس چیه و چه ایرادی داره و مادرم برای رفع این ایراد چه فکری کرده. بعد خواهرم گفت که مامان شنیدی یه صدایی اومد؟ بعد مادرم سرش رو برد بالا، دقیقاً به من نگاه میکرد. من فکر کردم داره منو میبینه، من فکر کردم داره از من میپرسه. بعد برگشت به طرف حیاط، پشتش به حیاط بود. برگشت به طرف حیاط، گفت که لیلا کوش. شما جواب ندادین؟ نه، نگاش میکردم، فقط نگاش. از شما فکر کردید از شما پرسیده خواستین جواب بدین یا ترسیدین؟ نه اصلا نمیخواستم جواب بدم، فقط نگاهش میکردم. نه ترسیدین میگین انگار لو رفتم مثلا؟ نه، ولی گفتم که فکر کنم داره سراغ لیلا رو از من میگیره. بعد یه دفعه مادرم نگاه کرد، پشت سر من آشپزخونه بود، گفت که بچه‌ها کجان؟ تعجب کردم، گفتم این همین الان سراغ لیلا رو از من گرفت، چرا الان به من میگه بچه‌ها کجان؟ اصلا تعجب کردم و اصلا فکر نمی‌کردم دیده نمیشه. اصلا فکر می‌کردم الان میدونستم یه کار بدی انجام دادم و الان مثلا آخرش اینه که این دوتا آجر افتاده پایین. اتفاق بد همینه. خرابکاری کردم، دوتا آجر رو کندم، حالا فرار کردم تو اتاق. بله. بعد یه دفعه دیدم خواهرم شهناز خانم پایین پلا ایستاده. همزمان مادرم رو میدیدم، اون خواهرم که تو اتاق درس میخوند رو میدیدم، اون خواهرم هم که پای پلا ایستاده بود میدیدم. 3 جا بودید؟ بله. 3 جایی شده بودین؟ یعنی اینکه نه اینکه اینا نگاه کنم اونا نگاه کنم، همزمان میدیدمشون. بله. نمیدونم چه جوری همزمان در 3 جا بله اشراف داشتن. بله. یه دفعه داد زد گفت مامان بیا تو حیاط، پوران افتاد، مامان تو رو خدا بلند شو بیا. بعد مادرم اصلا انگار شوکه شده بود، میپرسید چی افتاد، کی افتاد؟ گفت مامان بلند شو، مامان تو رو خدا بیا. زمانی که من مشغول خوندن بودم و سرم تو کتاب بود، یه دفعه یه صدای اومد دیگه. منم هم از روی پشتمون دویدم اومدم پایین دیدم این افتاده و اینا. مامانم تو اتاق بودن، مامانم داشتن برای خواهرام لباس میدوختن. بعد صدا زدم مامان بیا که پوران افتاده. یه دفعه اون خواهرم که درس میخون بلند شد دوید تو حیاط. بعد مادرم بلند شد، مادرم همین که میخواست از جاش بلند شه گفت یا حضرت زهرا به دادم برس. بلند شد و رفت توی حیاط. بعد من پشت سر مادرم رفتم، منم دقیقاً پشت سر مادرم رفتم توی حیاط. چه جوری میرفتین؟
پا میزدید روی فرش؟ اینو به یاد گام ندارم. برمی داشتین؟ میدونم که رفتم، میدونم که دنبالش یادتون رفتم. نیست دقیقا چطور؟ نه اصلا اینا به یاد نمیارم که چه جوری رفتم، ولی میدونم داشتم میرفتم دنبالش. اولین جمله‌ای که مادرم گفت که اینا که همینجا بودن، گفت اینا که همینجا داشتن بازی میکردن. بعد این جسم جلوی پله ها افتاده بود، مادرم رفت به طرفش و توی موهاشو دید. بعد گفت خدا را شکر این سرش نشکسته. بعد گفت که اون 2 خواهرم هم بهت زده بالا این ایستاده بودن و به این نگاه میکردن. بعد مادرم گفت که تکونش داد، گفت که پوران 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 صداش میزد. بعد به خواهرم گفت، اون خواهرم هم ماتش، اون 2 خواهرم هم تو بهت زده نگاه میکردن، گفت که چرا جواب نمیده. بعد یه دفعه اون خواهر بزرگترم شروع کرد گریه کنه، با این دستاشو این به این حالت بالا و پایین میبرد، دستاشو به این حالت میبرد بالا و پایین. گفت که و گریه افتاد گفت من که گفتم درس دارم، حالا با استرس خیلی زیاد، من که گفتم نمیتونم مراقب اینا باشم، من که گفتم اینا کار خطرناک میکنن، من که گفتم یه وقت از تو پله میافتن. یه دفعه تا گفت من گفتم یه وقت از تو پله میافتن، مادرم نشسته بود روی زمین، اون 2 ایستاده بودن. یه دفعه برگشت به خواهرم گفت که از کجا افتاده؟ از تو پله افتاده. یه دفعه خواهرم گفت نه، از بالا پشت بام افتاده. اون ارتفاع رو نشونش داد. گفت ببین اون جای اون 2 آجر که خالی بودن نشون داد. بعد 2 آجری که کنار حیاط افتاده بودن نشون داد. گفت ببین رفته اون بالا، از اون بالا افتاده پایین. گفتم نه مامان، ببین این از پشتمون افتاده، ببین آجرها. مادرم تا این ارتفاع را دید و این آجرها را یه دفعه گریه افتادن، زدن تو سر خودشون و این جسم رو بلند کردن. ببخشید درکشون کردم یه لحظه. بنده خدا چه حالی داشتم اون موقع. برش داشتن و بعد خواهرم گفت چی کار میکنی؟ چرا تکونش دادی؟ مادرم گفت برای چی؟ گفت یه وقت یه جا شکسته، یه وقت قطع نخا میشه، نباید تکونش میدادی. بعد مادرم بلندش کرد 1 متر اون طرفتر گذاشتش دوباره رو زمین. مادرم گفت ترسیدم اون آجرها بخورن تو سرش. تا خواهرم گفت چی کار میکنی؟ اینا نباید تکونش بدی. گفت ترسیدم اون آجرایی که اون بالان یه وقت لغو شده باشن اونا بیفتن تازه بخورن تو سرش. بعد بهشون گفت چیکار کنم؟ بعد 2 خواهرام بهش گفتن نبضشو بگی. بعد بهشون گفت من که بلد نیستم، شما بگیرین. حالا اینا هم تو استرس، اون خواهرم داشت گریه میکرد. بعد اومدن نبضو بگیرن، نبضو پیدا نمیکردن. هرچی اینا نبضو میگفتن پیدا نمیکنیم، مادرم من بیشتر ناآرومی میکرد، میگفت یعنی چی؟ یعنی چرا نبضشو پیدا نمیکنین؟ بعد من دقیقاً کنار مادرم ایستاده بودم، دقیقاً این جسم جلوی پای من بود. از نظر شما اون جسم چی بود؟ کی بود؟ اصلا نمیدونم، مثلا هیچ احساسی بهش نداشتم. مثلا شما حالا گذشت از این که خودم بودم، حالا فکر کنی یه بچه افتاده، اینا همه اینقدر ناراحتن، من هیچ حسی نداشتم، فقط به کارای اینا نگاه میکردم، هیچ حسی بهش نداشتم، اصلا نگاه به اون نمیکردم، بیشتر توجهم به حرکات اونا بود، به حرفای اونا بود و اصلا هیچ حسی بهش نداشتم. میدونستید اون جسم یه دختریه؟ نگاه بهش نمیکردم اصلا. که اصلا این دختره پسر قضیه کی هست؟ نمی‌کردم. اصلا کیه؟ بله بی تفاوت، فقط به اینا نگاه میکردم. یه دفعه همسر برادرم اومدن توی خونه ما، خانم روح انگیز خانم. ایشون خونه برادرم تو همون کوچه‌ای بود که خونه ما بود. پشت خونه ما یه حیاط دیگه داشتیم، یک در مشترک بین اون حیاط و حیاط خونه برادرم بود. رفت و آمد ما از اون در بود، یعنی ما بچه‌ها از تو کوچه اصلا نمی‌رفتیم ما بیایم، رفت و آمد ما از اون در بود. همسر برادرم هم از اون در رفت و آمد می‌کردن، میومدن خونه ما. به همین دلیل اون در باز بود. همسر برادرم سر صدا رو شنیده بود، اومد تو. تا اومد خب اونم ترسیده بود، با یه اضطراب زیاد پرسید چه اتفاقی افتاده، چطور شده؟ سر صدا رو شنیده بود. از سر صدای ما
زندادشم هم اومد، همسایه ها اینا تمام اومدن خونه، تا مامانم اومد نگاش کرد، گفت ببینم چرا این تکون نمیخوره. منم گفتم مامان من بذار ببینم نبض میشه نگاه کنم، دیدم نه این اصلا نبض نداره. من حس میکردم مثلا اینها میدونم نبض کجاست. من حس میکردم مثلا وقتی نگاه میکردم فکر میکردم اینها جایش رو درست دستشون رو نمیذارن، یه همچین حسی داشتم. بعد همسر برادرم اومدن نشستن، دقیقاً من بین همسر برادرم و مادرم بودم. همسر برادرم اومدن نشستن، گوششون رو گذاشتن رو سینه اون جسم. من اومدم سرم گذاشتم رو سینهش، دیدم نه قلبش میزنه. گفتم نه بابا این زنده‌ایه. بعد گفتم میخوای براشون آب قند بیارم؟ مامانش گفت نه دیر میشه، من میبرمش بیمارستان. بعد یه دفعه مادرم گفت لیلا کو؟ نکنه هنوز لیلا اون بالاست، حالا تازه اونم بیفته پایین. به خواهرام گفت برین ببینین لیلا کجاست. یک دفعه همشون برگشتن به طرف بلاها و خواهرامو دیدم که بین اون دو تا آجر ایستاده. یه دفعه همشون با هم گفتن وای اینجا بوده، خوبه این آجرات تو سر این نخورده، یقین اون رفته اون بالا شاخه ها رو بته کنه، اینم ایستاده بوده اینجا جمع کنه. یک دفعه مثل من هم نگاه میکردم، همه اونها نگاهشون به طرف خواهرم بود، منم داشتم به خواهرم نگاه میکردم. کدوم خواهر؟ لیلا که اونجا بین اون دوتا آجر ایستاده بود. یک دفعه مثل چشم به هم زدن، هم این چشم به هم زدن که میگم هم از نظر زمان هم تاریک و روشن شدن که توی موقعیت دیگه باشم. دیدم روی شاخه درخت نشستم. روی شاخه درخت که بودم، این دقیقاً جایی بود که تنه درخت تمام شده و شروع شاخه‌های. بله من رو اولین شاخه‌ای که اونجا بود نشسته بودم. از تنه اولین سرشاخه‌ای که فرعی میشد نشسته بودیم. بله. چه ارتفاعی از زمین داره؟ حدوداً شاید کمتر 2 متر، توی این حدود 2 متر و 10 سانت توی همچین حدودی بودم. خیلی تنه بلندی نداشت ولی درخت خیلی بزرگی بود، یعنی از سطح پشت بامم یه 3 متر بالاتر بود. خیلی درخت بزرگی بود. بعد من وقتی نگاه کردم بالا را نگاه نکردم، اطرافم رو نگاه کردم، اتفاقی پایین رو نگاه کردم، یعنی اینکه دنبال جسم نمیگشتم. وقتی نگاه کردم جسمم رو دیدم ولی دقیق نمیدونستم این جسم منه. نگاهش کردم، گفتم به پهلو خوابیده بود، دستاش کنارش بود، موهاش توی صورتش بود، چهرش رو ندیدم. ولی وقتی نگاهش کردم گفتم چقدر کوچیکه. به نظرم اومد از من از این بزرگترم و نگاهش کردم دوباره و اما نمیدونم، مثلا دقیق نمیدونستم که این من هستم. انگار یه چیزایی میدونستم ولی نه کامل. بعد خیلی خوشحال بودم، بی اندازه خوشحال بودم. بعد اطرافم رو نگاه میکردم، بودم چه جای خوبی پیدا کردم، اینجا خار نداره این شاخه، باید به لیلا بگم از این به بعد بیایم همینجا بازی کنیم. درخت دیگه خار نداشت. بله نگاه میکردم اطرافم، بودم چقدر جای خوبی. بعد یک دفعه دیدم مادرم رو دیدم که بیرون از خونه هستن و اون جسم بغلشونه و دارن میرن به طرف اون روبروی خونه ما. شما فکر نکنید من از بالای درخت مادرم رو میدیدم. من جایی نشسته بودم که تنه درخت تمام شده، یعنی من خیلی بالا نبودم. گفتید حدود 2 متر یا بله. کم و بیش 2 متر ارتفاع داشت. پشت سر من اون اتاقی بود که مادرم خیاطی میکرد، این سمت من که پله ها بودم، جلوی روی من اتاق بود، راهرو بود، حمام و دستشویی بود و اتاق خواب دیگه. یعنی من مادرم رو از بعد چند تا دیوار میدیدم. مثل این بود که این دیوارها تغییر ماهیت دادن، از سنگ و خاک و آجر تبدیل شدن به شیشه. هستن ولی دیده نمیشن و من پشت این دیوارها مادرم رو میبینم که اون جسم رو بغل کردن. میدونستید که دیوارها هست؟ بله. ولی دیده نمیشه. بله. وقتی
این آقاجاری پالایشگاه گاز مایع را داره. بعد این لوله های انتقال گاز از کنار آقاجاری رد میشن، از تو محله ما هم رد میشدن. چون این لوله ها از اینجا رد شده بودن، این خونه ها با یه فاصله از این لوله ها ساخته شده بودن و یه محوطه بزرگی این وسط شکل گرفته بود. 3 تا کوچه از این محوطه راه داشت به این محوطه. یکیش کوچه‌ای بود که خونه ما نفشمون بود. یعنی من میدونستم که مادرم داره میخواد بره اون طرف این محوطه و مثل این که خبر داشت که مثلا خونه های اون طرف این الان مثلا ماشینی وسیله هست که جسم منو به بیمارستان برسونن، به درمانگاه. مادرم داشت میرفت اون طرف، به آنی دیدم مثل یک چشم به هم زدن پشت سر مادرم و بالا به این حالت دنبال مادرم میرفتم. بعد هیچ حسی از بدن دیگه نداشتم. من اون موقعی که تو اتاق بودم میدونستم نشستم، اون موقعی که تو حیاط بودم میدونستم ایستادم. اینجا افقی بودین؟ به این 2 تا چشم بودم، اصلا حسی از بدن نداشتم. منظور از این حالت این 2 تا چشم؟ 2 تا چشم، اصلا حسی نگاه. بله، اصلا حسی نداشتم که الان ایستادم، اصلا حسی از بدن نداشتم. یک نگاه متحرک. ولی میرفتم دقیقاً پشت سر مادرم میرفتم. خیلی بالا نبودم، روی سر مادرم رو دیدم، ولی فکر میکنم تو همون حدود بودم، خیلی بالاتر نبودم، اما روی سر مادرم رو دیدم. بعد مادرم چادر سرش بود. قطعاً من نباید پاهای اون جسما میدیدم، ولی میدیدم. بعد خجالت میکشیدم این دمپایی پاشنی. دلم میخواست مادرم، این دمپایاش تو دست مادرم بود، دلم میخواست این دمپایاشو پاش کنه. خجالت میکشیدم این پا برهنه است، الان همه مردم ایستادن دارن نگاه میکنن. پا برهنه بود؟ بله پا برهنه بود. مادرم بغلش کرده بود و دمپایاش تو دستش بود و دلم میخواست اینا دمپایاشو پاش کنه. بعد شما دیدین مثلا شما یه بزرگتر، شما با یه بچه صحبت میکنین، این از شما غریبی میکنه، یه وقت میره پناه میگیره پشت مادرش، خجالت که میکشه. من یه کار احساس میکنم یه همچی کاری انجام دادم، رفتم چسبیدم به مادرم دقیقاً تو قسمت سینه پشت کمر، رفتم نزدیک. یک دفعه یک حال بدی پیدا کردم و اینطوری اومدم عقب. آقای موضوع، من احساس که میکنم که درد رو دیدم. من نمیدونم مثلا من کاری کرده بودم، این کار اشتباه کرده بودم که باعث این درد تو سینه مادرم بود، یا اینکه مادرم برای بچهش ناراحت بود که این درد تو سینهش بود. ولی شما دیدین یه وحشت و مثلا یه صحنه وحشتناک میبینین، میزنین بره که وحشت رو نبینین. من مثل این که مثلا میخواستم نبینم، برگشتم عقب. مثل این بود که مثلا درد رو انگار دیدم، انگار مثلا این درد داشت سینه مادر منو میپاشوند و من تحمل دیدن اینا نداشتم. شما از پشت سر که سر گذاشتید به کتف یا گرده مادر، این درد رو احساس کردید؟ بله. و برگشتم. دلیلش رو نمیدونستم دلیلش چیه، چرا این درد، ولی احساسم این بود که یک چیزی این قلب مادر منو میخواست بپاشونه. هنوزم نمیدونستید که شما افتادی، جسم شما دستشه؟ نه. هیچی؟ نه، ولی خب مثلا خجالت میکشیدم، اون دمپایی پاش نیست. بعد از خجالت رفتید پشت مادر که قایم میشید کسی شما رو نبینه که مردم دارن نگاه میکنن. الان مردم تو کوچن اومدن بیرون دارن نگاه میکنن. یک دفعه برگشتم عقب، ولی خیلی حس بدی بود. اومدم دوباره رو شاخه درخت بودم. رو شاخه درخت که بودم، حالا فکر نمی‌کردم مثلا یکم وقت پیش چه اتفاقی افتاد. دوباره مثل چشم هم زدم، دیدم روی شاخه هستم و اینجا بود که صدای آب و شنیدم و اینجا بود که دیدم صدای رودخونه میاد، اون چیزهایی که روی درخت دیدم و بعد این مادرم اتفاق افتاد. اینجا شنیدین صدا رو و برگشتید توی اون فضای درخت؟ بله. و دیگه مادر رو دنبال نکردید یا باز همزمان میدیدین؟ نه دیگه ندیدم مادرم تا آخر تجربه که براتون میگم. دیگه من اصلا مادرم رو ندیدم. برگشتید به فضای زیبای همون درخت بله، روی شاخه پر درخت. از نور. بله.
نگاه میکردم اطرافم، بودم چقدر جای خوبی. بعد خیلی بازی میکردم، خیلی خوشحال بودم، اصلا عجیب بود، این خوشحالی خیلی زیاد بود. همینطور که بازی میکردم شعر میخوندم، شعرهایی که بلد بودم میخوندم، بازی میکردم. یک دفعه شنیدم صدای رودخونه میاد. یعنی این صدای رودخونه اینقدر بلند و رسا بود، زیاد بود که اگه فکر میکردم الان اگه من توی حیاط نگاه کنم حتما یه رودخونه است توی حیاط خونه مادر رد میشه. صدای آب جاری بسیار زیاد. مگه اون نزدیکی رودخانه بود؟ نه، یعنی ولی اصلا رودخانه اونجا نبود، ولی صدای رودخانه دقیقا صدای رودخانه بود. من فکر میکردم الان این یه رودخانه اینقدر صدا نزدیکه داره توی حیاط ما رد میشه. وقتی نگاه کردم دیدم حیاط خشکه ولی هنوز این صدا داره میاد. بعد یک دفعه گوش دادم دیدم صدا از توی تنه همین درختی که رو شاخش نشستم داره میاد. وقتی نگاه کردم به درخت، بالا اومدن آب توی درخت میدیدم. گفتن که من میدیدم آب داره از درخت بالا میره و میرسه به برگ‌ها. جوشیدن آب از توی زمین میدیدم و اولین چیزی که فکر کردم وقتی نگاهش کردم گفتم چقدر این آب تمیزه، چقدر این آب شفافه. و گفتم خدای این که داره تو زمین میجوشه، چرا گرد و خاک توش نیست، چقدر این شفافه. بعد الان اگه من بخوام به صورتی بگم که شما بتونین تصورش کنین، شما فکر کنین این تنه درخت یک استوانه شیشه‌ای تو خالیه و شما میتونید هر چیزی که توی این تنه درخت هست ببینید. حالا شما تصور کنین که شاخه‌های درخت هم استوانه‌های شیشه‌ای تو خالی هستن، کوچیک و بزرگ، که اینا رو میتونید به همون صورت داخلش رو ببینید. یعنی در واقع الان شما جلوی دید شما یک درخت شیشه‌ایه. من به همین صورت میدیدم ولی با تفاوت این که بیرون درختم میدیدم، هم میتونستم از تو ببینمش هم از بیرون و نورهایی که اون تو بودند و متفاوت بودن، میتونستم اینا رو هم ببینم. از کنار گفتید و رودخونه‌ای که صداش نزدیک بود و کودکی من، بخشی از کودکی من نزدیک یک امامزاده‌ای گذشته به اسم رودبند. محلی ها بهش میگن روبند. این رودبند کنارش کنار داره. من یه شعر واسش گفتم طولانیه، حالا اولش اینه: کنار پیر روبند، کنار پیر روبند، میون شاخ و برگش عطر بهار روبند. پریواز کنیم بر آسمان زیبای ایران دلم، بر فراز پیر روبند، کنار پیر روبند و برگردیم. من وقتی که به درخت نگاه کردم حدوداً تا این قسمت درخت پر از آب بود و من حدوداً یک همچین جایی یه شاخه بود این سمتی رو این نشسته بودم. بعد نگاه کردم دیدم این آب وقتی میاد بالا رنگ داخل درخت صورتی میشه. 3 تا ستون توی تنه درخت بود، اینها به این فاصله از هم بودن، اینها به رنگ زرد بودن، به ضخامت دست و به اندازه 4 انگشت. بعد یک ستون دیگه بین اینا جلوتر، عقب‌تر، یعنی که اینها این ستون به رنگ سفید بود.
بعد اینا رو اگه به هم وصل می‌کردیم یه مثلث تشکیل میدادن. بعد اینا فقط تو تنه درخت بودن، جاهای دیگه درخت نبودن، تو شاخه ها نبودن. به این حالت از بیرون نگاه کردم، دیدم این همون درخت حیات ماست. دوباره از داخل نگاه کردم، دیدم بله درست میبینم، هرچی آب میاد بالا، این تا همین حد درخت که آب میاد بالا، این نور صورتی نمایان میشه داخل درخت. من وقتی نگاه میکردم مثل این بود که چراغ خواب تو این شاخه روشن کردم، این مثل این که چراغ خواب با نور سبز تو این شاخه ها رو روشن کرده. وقتی نگاهش کردم گفتم چقدر قشنگی، اصلا دلم نمیخواست چشم ازش بردارم. بعد نوری که توی شاخه توی زیر آب میدیدم حلقه هایی بودن که هر حلقه نیمیش روی حلقه قبلی قرار گرفته بود و اینها ردیف کنار هم بودن و اینها انواع نور سبز بودن. شما ببینید یه درختو بیرون آذینش میکنن، یه چند تا لامپ بهش میبندن، چقدر زیبا میشه. من این درخت از تو نورانی بود، یک نور ملیح سبز تو کل شاخه‌هاش میدیدم، انواع نور، یعنی هر یکیشو که نگاه میکردم با دیگری فرق داشت، اصلا شکل هم نبودن، خیلی بی‌نظیر بود. انواع نور سبز، انواع طیف‌های مختلف. بله، هر حلقه یک رنگ بود و اینها ردیف کنار هم به همین صورت، هر حلقه نیمیش روی حلقه قبلی و اینها نوری بود که توی این شاخه رو روشن کرده بود. نگاهش کردم، اصلا دلم نمیخواست چشم ازش بردارم. یک دفعه شنیدم صدای قهقهه میاد، صدای خنده خیلی بلند. وقتی نگاه کردم همون شاخه‌ای بود که ریسه را تا سر شاخه دنبال کردم که همین نورها رو هم داخلش دیدم. سر شاخه دیدم 5 تا برگ دارن با هم حرف میزنن. وقتی نگاهشون کردم گفتم آها این برگا دارن آبتنی میکنن. آبتنی میکنن و دقیقاً مثل اینکه شما چند تا بچه را ببینین توی نهر آب دارن بازی میکنن، دقیقاً یه همچین چیزی. نگاهشون کردم تا آها اینا دارن، این برگا دارن آبتنی میکنن. بعد یکیشون یک چیزی تعریف میکرد که اون برگا میخندیدن و این برگ قهقهه میزد. بعد من میدونستم که این همیشه همین حالت میخنده، یعنی هر دفعه‌ای که اینها یک چیز خنده دار تعریف میکنن این بلند میخنده. بعد تو این گروه این شوخه؟ بله دقیقاً، خنده روه. دقیقاً. بعد نگاهش میکردم که این داره بلند میخنده. بعد یک دفعه یعنی خلق و خوی این برگه با اونای دیگه فرق داشت. بله دقیقاً، شخصیت‌های متفاوت. بله. بعد میدونستم کدوم یکی این برگا دیرتر به این دنیا اومدن، کدوم یکیشون زودتر به این دنیا اومدن، دقیقاً اینو میدونستم. بعد یه دفعه دیدم صدای همهمه میاد، مثل وقتی که زنگ تفریح خورده بچه ها اومدن توی حیاط چند تا دارن با هم حرف میزنن، دقیقاً به این حالت صدای همهمه میاد، ولی نه همهمه آزاردهنده، اصلاً آزاردهنده نبود. وقتی نگاه کردم به درخت، وقتی به بالای درخت نگاه کردم دیدم آب تو تمام این شاخه ها جاریه و همه این برگ ها دارن حرف میزنن. بعد نگاهشون کردم گفتم خدایا اینا دارن حرف میزنن، خدایا اینها منو میبینن، اینها میدونن الان من اینجا هستم، خدایا من دارم میبینم برگ ها حرف میزنن، خدایا اینها منو میبینن که من اینجا هستم. بعد دیدم اون برگی که سر شاخه قهقهه میزد برگشت به من نگاه کرد، دقیقاً به من نگاه کرد. بعد خود درخت و مادر میدیدم و لبخند به من میزد. اینو ازش دریافت میکردم دقیقاً که اینها بچه های من هستن و با ارزشن. چیزی که ما برامون خیلی بی ارزشه یه برگ، اون گفت اینها بچه های من هستن و با ارزشن. بعد وقتی گفتم خدایا اینها منو میبینن، یک دفعه اون برگی که قهقهه میزد برگشت به من نگاه کرد، دقیقاً به من نگاه کرد. بعد این درخت گفت که اینها همشون تو رو میبینن، به اصطلاح مثلا عامیانه این که به روشون نمیارن، همشون الان میدونن تو اینجا هستی.
بعد نگاهشون میکردم. بعد اینها اصلا دلم نمیخواست چشم ازشون بردارم. بعد به اون برگی که قهقه میزد نگاه میکردم، میخواستم باش دوست بشم. دلم میخواست بهش بگم به چی میخندی؟ درباره چی حرف میزنی؟ بعد هیچی نمیگفتم، فقط نگاهش میکردم. بعد اینها خانواده بودن، نه به معنای خانواده های ما که تشکیل شده از پدر، مادر، خواهر و برادر، به این صورت نبودن، ولی خانواده بودن. چون هر شاخه برگ های همون شاخه با هم حرف می زدن. حالا میخواست یه شاخه 5 تا برگ داشته باشه، این 5 تا برگ با هم صحبت میکردن. میخواست یه شاخه 20 تا برگ داشته باشه، اون 20 تا برگ صحبت میکردن با هم دیگه. یعنی مثلا برگ های این شاخه با شاخه کناری حرف نمی زدن، هر شاخه برگ‌های خودش با هم حرف می‌زدن و اصلا بسیار دیدنی بود. اصلا دلم نمیخواست چشم خدای من دارم میبینم اینا حرف میزنن. یعنی همسایه هایی بودن که هر کدوم تو خونه های خودشون خانوادگی دور هم نشستن. بله، دارن حرف میزنن. و این بعد یه شاخه بود که این شاخه 20 تا برگ بهش بود، 10 تا برگ این طرف، 10 تا برگ این طرف. بعد اینها وقتی نگاهشون کردم مثل این بود که مثلا 20 نفر دور یک میز نشسته باشن، اینها بحث علمی میکردن. بعد یک برگ از این قسمت، مثلا شما فکر کنین اینجا دیگه برگ نیست، همین قسمت برگ هست، یک برگ از این قسمت برگ سر شاخه را، نظریه این برگ را به 3 دلیل رد کرد و همه این برگ ها ناراحت بودن، نمیتونستن دفاع کنن از نظریه این، چون این برگ 3 تا دلیل آورده بود. وقتی نگاه میکردم به این درخت وقتی این کامل پر از آب شد و این برگ ها حرف میزدن، شروع کرد شکر بکنه. شکر میگه برای تک تک اون برگ ها شکر میکرد آقای دکتر. برگ ها شکر میکردن یا خود درخت؟ خود درخت. برگ ها با هم حرف میزدن. یعنی مادر؟ بله. یک برگ کاملا وقت میذاشت برای این برگ شکر میکرد، بعد میرفت سراغ برگ بعدی، برای اون برگ شکر میکرد، میرفت. شما میدونین درخت کنار چقدر برگ داره؟ خیلی برگ داره. نمیدونم تو دنیای ما چقدر طول میکشه، نمیدونم بگم یک ماه طول میکشه، روزها طول میکشه بخوای این برگا رو. این میدونستم که مثلا مدت زیادی گذشته، ولی دیدم که اون برگ که قهقه میزد نوبتش شد، یک دور چرخید و رسید به اون برگی که قهقه میزد. من دیدم. بعد مثل این بود که گردن کشیده، با افتخار نگاه میکرد. این مادر منه، این مادر منه که داره اینقدر قشنگ شکر میکنه. درخت داشت داد میزد بچه هامو نکشید. بچه هامو نکشید. میوه ها رو ببرید ولی بچه هامو نکشید. منظور از بچه ها شاخه هاش. بله، چون شاخه رو میشکستن. ما آیات فراوانی در قرآن داریم که همه موجودات تسبیحگو هستند. تسبیحگوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزم بر شاخسار کرد و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. جمله ذرات روزان و شبان با تو میگویند پیدا و نهان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر شما محرم بودید و میتونستید حقایق عالم ملکوت رو ببینید، میدید که ما همه در حال تسبیح هستیم، همه در حال شکرگزاری هستیم. رابطه بین علت و معلول رابطه ربطی، رابطه تعلقیه، رابطه فقریه. خب برگی که از درخته رابطه میشه رابطه علیت دیگه، درخت این برگ رو وجود آورده، پس برگ میشه معلول درخت. به لحاظ تکوین اونها بر حسب ذات خودشون، بر حسب هویت امکانی و فقری خودشون کاملا خودشون رو به خدا وابسته میبینن و لذا شکر میکنن برای خدا.
که بهشون هستی داده، که الان بهشون روزی میده. من تا حالا به این صورت که این درخت شکر میدیدم شکر میکنه، من تا حالا شکر خدا رو اینجوری به جا نیاوردم. دقیقاً وقتی شکر میکرد مثل این بود که مثل یک پزشک متخصص که دقیقاً مثلا مغز رو میشناسه، همه جز به جز و لایه به لایه همه چیز توی مغز رو میدونه، برای وجود همش میتونه اسمش رو بیاره شو کنه. به این حالت این مثل این بود که برای این قسمت شو کنی، بعد بیای سراغ چشم رو همه اونا رو بدونی اسم بیاری، لایه به لایه جز به جز قسمت‌های چشم رو بشناسی، اسمشون رو بیاری، برای اونا شو کنی، بعد بیای سراغ یه عضو دیگه و به همین صورت کل جسمت شکر خدا رو براش به جا بیاری. وقتی این درخت رو دیدم که به خاطر این برگ‌هاش شکر میکرد، فکر میکردم من یه انسانم. 4 تا خدا به من انسان هدیه داده، ولی مثل این که اون درخت مادرتر بود، بهتر از من مادر بود. وقتی شکر میکرد چقدر خداوند اینو دوست داشت و این چقدر با چیزی از خدا نمیخواست، فقط به خاطر اون چیزی که داشت خدا را شکر میکرد. وقتی این درخت شکر میکرد نور از این برگ‌ها میچکید، یعنی مثل وقتی که بارون باریده قطع شده و این آب داره چکه میکنه، بارونی که قطع شده این آب روی این شاخ برگ ها مونده، اینا چکه میکنن، به همین صورت نور از اینا چکه میکنن و من میدونستم این هدیه خداوند به این درخته. وقتی اینجا را نگاه کردم یاد اون قسمت از تجربه افتادم که از لای شاخه ها آسمون رو میدیدم، نور رو میدیدم و ابر یک چیزهایی بودن مستطیلی شکل که اینها حرکت داشتن و به طرف هم می اومدن، به طرف هم دیگه می اومدن، مستطیلی شکل بودن. 2 ضلع کوچیک اینها حالت بریدگی داشت و اینها 2 تاشون از این طرف یکی از این طرف، اینها اومدن بالای سر این درخت. بعد میدونستم اسم این حده، اسم دارن، اسمشون حده و اینها حد آرامش هستن و من میدونستم اینها حد آرامش هستن، حد به معنای اندازه و اینها حد آرامشن. اینقدر این آرامش بالا رفت که من غرق در اون آرامش بودم، محل توی اون آرامش بودم، جزئی از اون شده بودم و این همش عشق علاقه. شاید بتونم بگم که اگه بگم این عشق علاقه از عشق مادر به فرزند بیشتر بود، اغراق نکردم، خیلی زیاد و اصلا توش حل بودم، نه اینکه شما فکر کنید مایه چیزی بود، حل بودم توی اون آرامش. بعد دقیقاً به آرامشی هم که درونش بودم روی درخت گفتم من اینجا رو خیلی دوست دارم، من نمیخوام از اینجا برم. توی درخت آرامشی بود که با او حرف میزدین؟ بله، همون آرامشی که گفتم اینقدر زیاد شد، من درونش بودم، کاملا باش ارتباط داشتم. بعد لبخند میزد اون آرامش، بعد شروع کرد از خودش اطلاعات بده. گفت آرامش تشکیل شده از همه زیبایی های عالم و همه خوبی های عالم، جمع اینها آرامش رو میسازن. میگفت مثل مرد و زن وقتی جفت میشن، تبدیل به پدر و مادر میشن، ارزش زیادی پیدا میکنن و سطح آرامش بالا میره. بعد گفت و خداوند پدر و مادر رو خیلی دوست داره. این خیلیا با تأکید میگفت. بعد گفت ولی همه چیزهایی که آرامش رو تشکیل میدن به این صورت نیستن که ارزششون پایین و بالا بره. گفت بعضی چیزها کلا سطح بالایی از آرامش رو تشکیل میدن و اینها پایین و بالا نمیشن، مثل محبت. و خداوند کسی که محبت میکنه رو خیلی دوست داره. بعد گفت حالا خوبی مثل چی؟ بعد من بلد نبودم، نگاش میکردم. بعد گفت خوبی مثل راستگویی. گفت حالا
زیبایی مثل چی؟ من دیدم اینو بلدم، سریع گفتم گل. دیدم اونو بلد نبودم، انگار انتظار داشت من جواب بدم، اینو گفتم گل. به محض این که گفتم گل، یک دفعه دیدم یک پرده بزرگ مثل پرده سینما روبروی منه، یه پرده خیلی بزرگ. بعد تصویر خودم روی اون پرده بود. یادمه که یک لباس سفید پوشیده بودم با یه جفت کفش زرد. بعد تو این مشتم پر گله، این گل هایی که خودرو هستن توی طبیعت، اینا رو کنده بودم. توی این دستم بود، توی این دستم هم بود. به محض اینکه اینا رو اینجوری دستم آوردم جلو، اینها از زیر دست من ریخ. بعد یه باد اومد اینا رو برد اون طرف لوله های انتقال گاز. من رفته بودم کنار این لوله ها، سعی می‌کردم از این لوله ها برم بالا که برم اون طرف، نمیتونستم، انقدر کوچیک بودم که نمیتونستم برم. بعد نگاه می‌کردم دیدم اون طرفم چقدر گل هست. خیلی خوشحال بودم دیدن این گل‌ها. یک دفعه به این حالت، این آرامش اومد اینجا کنارم. اون لحظه دیدمش، نه اینکه برگردم بهش نگاه کنم، ولی دیدم که به این صورت اومد کنارم، به این حالت اومد کنارم. دیدمش، دقیقاً این حالت رو دیدم که اومد توی یک چهره انسان. هر چی فکر میکنم اون چهره رو به یاد ندارم، ولی میدونم چهره انسان بود. در حالی که به روبرو نگاه میکردید، بله، از کنار اومد ولی شما میدیدین؟ ولی میدیدمش. بعد گفتم وای، این اونجا هم بوده، حتما میخواد بگه چرا این گلا رو کندی. خیلی ترسیدم که الان حتما اینو میخواد به من بگه. گفت من اونجا هم کنارت بودم، کاملا میشناسمت، من میدونم تو چیا دوست داری، به چه چیزایی علاقه داری. گفت گل زیباییه، ولی زیبایی دیگری با راستگویی جفت میشه. بعد انتظار داشت من بگم انسان، من اینو بلد نبودم. بعد خودش گفت انسان راستگو جزئی از آرامش. و این دوباره مثل یک چشم هم زدن این از بین رفت. یک دفعه دیدم یک میوه‌ای روی درخته جلوی روی منه. این میوه رو وقتی نگاه کردم تعجب کردم، این میوه چقدر بزرگه. دقیقاً یک میوه‌ای به این اندازه. وقتی نگاهش کردم دیدم کناره. این کناری که از رنگ سبز رفته به طرف زرد شدم. یکم نگاهش کردم گفتم این، از پایین نگاهش کردم، در کش اومدم، کشیده شدم، از پایین نگاهش کردم. گفتم این پشت شاخه ها بوده، اینا کسی ندیده اینا بکنه، اینقدر بزرگ شده. اگه ما کنارامونه نکنیم، کنارام هم اینقدری میشه. باید به مامانم و خواهرام بگم دیگه کنارامونه نکنیم. یه دفعه اون آرامشی که داخلش بودم توجه داشت بهم که این میوه رو دارم نگاه میکنم. یک دفعه دیدم یک عطر بسیار خوشبویی، رایحه بسیار خوشبویی داره از این میوه میاد و حرکت این عطر این میوه رو من میدیدم به همون صورتی که مثلا مادرم رو میدیدم که بیرون از خونه عطر رو میدیدم که تا نمیدونم اسمش رو بذارم، دیدن یا دانستن. مثلا انگار هر دوتاش بود. میدونستم این عطر از کنار اینجا رد شد، یا مثلا اونجا عطر از کنار تیر برق رد شد، نرفت بالا پنجره، اومد از پایین پنجره. محدودش رو میدونستم. بعد دوتا خانوم و یه آقا با یه فاصله زمانی اومدن از تو کوچه رد شدن. به همون حالت که مادرم رو میدیدم اون 3 نفر رو دیدم. بعد میگفتم چرا اینا نمیان بپرسن این عطر خیلی عطر خوشبوه، چرا نمیان دنبالش ببینن از کجا میاد. بعد فکر میکردم بودم خب شاید تا رد شدن بعد این عطر به اونجا رسید. بعد به این آرامش میگفتم چرا نمیان. بهش گفتم اگه اومدن من بگم این مال اینه. این میخندید که این چیزا رو فکر میکردم. بعد یک دفعه این عطر کنار بود؟ بله عطر کنار بود، ولی بسیار خوشبو. بعد منتظر بودم خواهرام بیان بیرون، همسر برادرم بیان بگن این بوی عطر از کجاست. دقیقاً محدودش رو میدونستم. رفت پیشروی کرد، بعد ساکن شد، حرکت دیگه نداشت، توی یک محدوده ساکن شد و این موندگار بود. بعد اون آرامش گفت که تو از ظاهر این میوه تعجب کردی، عطر
عطر این میوه ماندگار بود. بعد گفت حالا تو اینو خوردی؟ بعد من تعجب کردم، من چیزی نخوردم. بعد نگاش میکردم، میخواستم بهش بگم نخوردم، دوباره گفت تو این میوه رو خوردی. بعد گفتم خب این کنار، خب شما میدونین کنار حسش نسبت به اون میوه حسه بزرگی داره. گفتم اگه این کنار اینقدره پس باید یه حسه اینقدری داشته باشه. من چه جوری این حسه رو خورد، این میوه رو خوردم، این حسه رو خوردم؟ بعد پای درخت رو نگاه میکنم، گفتم اگه من اینو خورده باشم الان باید حسش اینجا افتاده باشه. دنبالش میگشتم، میدیدم حسه ای نیست. گفتم پس من اینو نخوردم. الان بهش میگم من اینو نخوردم. به محض اینکه اومدم بگم من نخوردم، احساس کردم یک میوه بسیار خوش‌طعم و من خوردم. من چیزی رو قورت ندادم، من چیزی رو نجویدم، ولی لذت خوردن یک میوه بسیار خوش‌طعم با من بود. بعد یک دفعه اون آرامش گفت آرامش این دنیا مثل همین میوه است. تو از دیدن از ظاهر اون تعجب کردی، عطر اون ماندگار بود و از خوردنش لذت بردی. پریباز کنیم نفسی تازه در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم. بعد یک دفعه دیدم پدرم اومدن توی خونه. پدرم رو دیدم اومدن، وارد شدن. بیخبر بودن؟ بله بیخبر بودن، رفته بودن امیدیه شرکت نفت. تو همین هن که بیمارستان بود آقاش چون رفته بود شرکت نفت یه کاغذ جا میذاره، برمیگرده میاد کاغذ ببره. بعد میگه چی شده؟ میبینه شلوغه، همه ناراحت. گفته چی شده؟ گفتیم که پوران از پشت بون افتاده. گفتم آقا جون پوران افتاده از پشت بون. گفت طوریش نشده. گفتم که مامانم بردش دکتر. بعد برای اینکه نگران نشه میگفتن هوش اومد، نه ترس، هوش اومد. بعد پدرم گفت جایش نشکسته بود. بعد اینا میگفتن نه خوب بود. میگفت چه جوری از این بالا افتاده، هیچ طوریش نشده؟ میگفتن نه. بعد گفت که بعد یه دفعه بهش گفتن شاید شاخه درخت رو گرفته. بعد پدرم این نگاه کرد به شاخه، گفت چرا شاخه نشکسته اگه شاخه رو گرفته؟ بعد من دستامو نشون میدادم، میگفتم که ببین این دستای من خونی نیست، من شاخه رو نگرفتم. میخواستم ثابتشون کنم که من شاخه رو نگرفتم. بعد میدیدم اینا با هم حرف میزنن، اصلا توجه ندارن به من. آقای دکتر من دقیقاً دستمو میدیدم، ولی به چه صورت میدیدم؟ شما فکر کنین یک کاغذ سفید در نظر بگیرین، دستتون رو بزنین دور اینا بکشین خط، بعد این خط رو قیچی کنین، دست رو توی این کاغذ خالی کنین. فکر کنین این کاغذ محیط پیرامونتونه و این دست رو شما دارین میبینین. جسم نیست، دست نیست، ولی دارین یک دست رو میبینین. من به این صورت دست خودم رو میدیدم. هزاران تجربه ایرانی و غیر ایرانی رو مطالعه یا مصاحبه کردم در طول سالها. این اولین باری هست که یک تمثیل قابل درک و قابل انتقال برای شیوه دیدن بدن شفاف میشنوم. عالی بود. بعد یه دفعه این خواهرم شهناز که اون موقع بالا درس میخوند یه دفعه گریه افتاد. گفت آقا تو رو خدا نذر کن. همینطور نگران بودیم و اینا. به آقام گفتم آقا تو رو خدا یه نذری کن، نذر کن تا این پوران طوریش نشه. گفت آره آقا من نذر کردم ان شاءالله سالم اومد حتما میبرمش زیارت آقای امام رضا. یه دفعه من
دیگه خواهرم و همسر برادرم رو تو حیاط ندیدم. یک دفعه دیدم پدرم داره از بین شاخه ها آسمون رو نگاه میکنه و دعا میکنه. صدای ذهن پدرم رو بلند و رسا میشنیدم و دیگه اون خواهرم و همسر برادرم خاکستری میدیدم. اصلا نمیدیدمشون، یه حالت انگار این خاکستری روشون بود. محو شدن. بله محو شدم، فقط پدرم رو میدیدم و میدونستم داره چی میگه اول و بعد صداشو بلند رسا شنیدم. گفت خدایا من این درخت رو خیلی مراقبش بودم. خدایا من 9 تا بچه تو این خونه بزرگ کردم، نذاشتم یک کدومشون آسیب به این درخت بزنن. خدایا من این درخت رو به قرآن تو قسم دادم، گفتم به همون قرآنی که اسم داخل اون اومده از تو آسیبی به بچه های من نرسه، بچه های من به خاطر تو آسیب نبینن. خدایا حق نیست الان بچه من به خاطر این بلایی به سرش بیاد. به محض اینکه گفت حق نیست، من قفل شدم به اون شاخه. من قفل شدم، یعنی نمیتونستم، این که بهتون میگم قفل شدم، نمیتونستم این طرفی بشم که پدرم رو نبینم، این حرف رو نشنوم، نمیتونستم این طرفی بشم که از شرم میکردم از این درخت رو نبینم. میخواستم فرار کنم، نمیتونستم. دلم میخواست آب بشم، توی زمین فرو برم، ولی این شرمندگی رو حس نکنم. از درخت شرمنده بودید؟ بله. چرا؟ من دقیقاً حس آدمی ها داشتم که یک کار اشتباه، یک کار بد انجام داده ولی دیگری داره به جای اون سرزنش میشه و اون نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، مظلوم واقع شده. میخواستم فرار کنم، نمیتونستم. خیلی بد بود، خیلی خیلی اون شرمندگی بد بود. بعد تازه بازم با لبخند به من نگاه میکرد، میگفت نترس. به من میگفت نترس. من دقیقاً میدونستم در پیشگاه خداوند قرار گرفتم، میدونستم در پیشگاه خداوند هستم، خداوند داره حاضره، پدر من داره شکایت این درخت رو به خدا میکنه. درخت بیگناه. من این کار اشتباه رو انجام دادم و این درخت خودش هم مظلوم واقع شده هم شاهده. این میتونه شهادت بده که دیده من چه کاری کردم، خودم رفتم اون بالا چه کار کردم. خیلی عجیب بود. یک دفعه این دیدم که توی مثل چشم به هم زدن، دیدم توی جای دیگه هستم. جایی که بودم یک جایی بود، روبروی یک درگاه ایستاده بودم. این درگاه دقیقاً قرار گرفته بود روی یک مرز. شما فکر کنید 2 تا فرش رو بندازین کنار هم، این مرز بین این 2 تا فرش به این حالت، این مرز به این باریکی بود ولی در امتداد خودش بی نهایت بود و به طرف آسمانم بی نهایت. من جلوی و این درگاه که اینجا بود یه پرده جلوش آویزون بود. این پرده را یک رنگ قهوه‌ای رنگ می‌دیدم، بعد به اصطلاح میگه مثلا شتری رنگ، یه همچین رنگی می‌دیدم. بعد من میدونستم که از گذشته اومدم، از پشت سر اومدم و باید وارد نور بشم، وارد این درگاه بشم و اشتیاق بسیار زیادی. میدونستم که پامو بلند کنم اون طرف هستم. بعد مثل این بود که توی آسمون هستم ولی هیچ ستاره‌ای وجود نداره، همه جا تاریکه ولی نه تاریکی که چشمم نبینه، کاملا میدیدم. بعد جلوی این درگاه ایستاده بودم، اصلا برنگشتم پشت سرم رو ببینم، اصلا برنگشتم ببینم از کجا اومدم، پشت سرم رو نگاه نکردم. با تمام وجودم میخواستم برم اون داخل. اول که نگاه کردم ذراتی دیدم که اینها حرکت آرومی داشتن. خود این پرده حال حرکت خیلی ملایمی داشت، مثل اینکه از اون طرف بهش یک نسیمی میزد. توجه هم جلب شد به این ذرات. بعد یک دفعه دیدم 5 نفر اون طرف نشستن. وقتی نگاهشون کردم به نظرم اومد جایی نشستن به حالت این که شاید یا روی یک تخت یا یک سکو نشستن، به این حالت هستن. وقتی نگاهشون کردم فکر کردم اینها
عکسن، دارم به یه عکس نگاه میکنم، با نور زرد اینا رو میدیدم، مثل این که دارم یک چیزی بین ما و اونها هست که من دارم این تصویر رو با نور زرد میبینم. وقتی نگاهشون کردم فکر کردم اینا عکسن، هیچ حرکتی نداشتن، هیچ حرکت. نفر اولو که نگاه کردم یک دفعه دیدم دست راستشون آوردن بالا، گفتن از درگاه عبور نکن. بعد نگاه کردم دیدم همشون دارن به من نگاه میکنن، دقیقاً به همین صورتی که من اونها رو میبینم اونها هم دارن به من نگاه میکنن. دیدم چند نفر آدم بزرگ هستن، از من بزرگترن، سلام بهشون کردم. ببخش. یک دفعه دیدم توی درمانگاه آقاجاری‌ام. من اصلا درمانگاه آقاجاری به یاد ندارم، ولی این اتاق هیچ وقت فراموش نکردم. همیشه تو این سال‌های این اتاق به یاد داشتم. وقتی خودم اونجا دیدم، این تخت بیمار که به این صورت، من پایین تخت نشسته بودم، اینجا جای سر من پایین تخت بودم، روبروی من میز اون آقای دکتر بود. این آقای دکتر هندی بودن. بعد مرتبا به ساعتشون نگاه میکردن، مثل این که منتظر یه تلفن مهم بودن ولی از زمانش داشت میگذشت و خیلی نگران بودن. بعد مادرم رو دیدم از این سمت اومدن داخل، این دستشون به این حالت بود، اون جسم روی دستشون بود. گفت آقای دکتر این بچه از رو پشتمون افتاده. بعد اون آقای دکتر گفت بخوابونش رو تخت. وقتی گفت بخوابونش رو تخت، مثل این که منم باید اون کار رو انجام میدادم، منم باید میرفتم کنار اون میخوابیدم. من از جام تکون نخوردم که مثلا. کجای اتاق بودین شما؟ رو تخت، قسمت پایین تخت. پایین پای تخت، روی تخت نشسته بودین؟ بله نشسته بودم. ولی یعنی پیش از اینکه مادر با جسم پوران برسه، پوران خودش رو تخت نشسته بود منتظر؟ بله. یه ماشینی رو باز میدیدم که داره ته خیابون میاد، جلوی ماشینه رو گرفت و بعد منو سوار ماشین کرد و بعد این گویی که مثلا من جلوتر از ماشین رفتم داخل درمانگاه ایستادم منتظر. یه درمانگاهی نزدیک خونه‌مون بود، انگار که من جلوتر رفتم واسادم اونجا منتظر میدم دارن کار میکنن تا مثلا ماشینه رسید. داداشم اومد و من گذاشت سر یه چیز از همین برانکاها و به سرعت آوردنم داخل. گفت که بخوابونش روی تخت. وقتی مادرم اینو خوابون، منم کنارش خوابیدم. الان یادم نیست اصلا چه جوری توی جسم رفتم، ولی رفتم کنارش خوابیدم. بعد بیرون جسم بودم. اون آقای دکتر به مادرم گفت اسمش چیه، صداش بزن. شنیدم مادرم صدام زد، توی جسمم بودم، مادرم صدام زد. پیوستید به بدنتون، درسته؟ بله. این پیوستن رو به یاد دارید به چه شکلی؟ نه اصلا اینو به یاد نمیارم. خیلی فکر کردم اینو به یاد نمیارم، ولی وقتی چشممو باز کردم، مادرم صدام زد، چشممو که باز کردم، چشم بدن باز شد. بله. وقتی که چشم بدن باز شد، اون پوران بیرونی دیگه میدید؟ بود؟ نه خودم بودم الان با جسم، مثل الان که میبینم خودم بودم کامل با داخل جسم. داخل جسم؟ بله. نگاه اون بیرونی قطع شد دیگه؟ بله. ادراکی نداشتم. وقتی چشممو باز کردم مادرم گریه میکرد. بعد من هیچ جای بدنم درد نمیکرد. شما فکر کنید من از حدود مثلا 4 مترم شاید بیشتر بود پرت شدم پایین، هیچ جای بدن من درد نمیکرد. سریع تخت اومدم پایین. مادرم گفت نه یا پایین، بذار تا بغلت کنم. بعد اون آقای دکتر برگشت گفت بذار راه بره. وقتی راه رفتم گفت نه این حالش خوبه، میتونین ببریندش و احتیاج نیست بغلش کنی، میتونه راه بره. و
وقتی این تجربه رو به یاد آوردم، سری زنگ زدم به خواهرم و گفتم میشه برین این کناره یه عکس ازش بگیرین یا یه فیلم بگیرین، من دلم میخواد ببینمش، من خیلی دلم میخواد ببینمش. بعد اینا تماس گرفتن، گفتن که این خونه رو خریده، این درختو از ته بریده و مثل اینکه میخواستن نوسازی کنن، این درختو بریدن و بوتونم ریختن که این رشد نکنه دیگه. یعنی شما فکر کنین من خیلی خودم رو کنترل کردم که پشت تلفن گریه نیفتم. وقتی گوشیه گذاشتم زار زار برای این درخت گریه کردم. یعنی وقتی شنیدیم خیلی انگار یه کسی از دست داده، اینقدر ما این درخت کنار رو دوست داشتیم. نبرید کنارها رو، نبرید چنارها رو، نبرید بهارها رو، نبرید. درختان بهاران ما هستند، اینها نفس ما هستند، به ما نفس دادن یک عمرشون رو به هیچ قیمتی به پایان نبریم. اگر جاده‌ای نیاز است، راه جاده رو کج کنیم، اجازه بدیم جنگل بمونه، اجازه ندیم رد پای جاده روی صورت جنگل بمونه. درختان نفس ما هستن، نفس خودمونو نبریم. شما خب میدونین همه مسلمونا هممون دوست داریم، درسته که دوست داریم در جوار حضرت زهرا باشیم، دوست داریم هم نشین بهترین ها ائمه باشیم، اینا که درسته. ولی من یک چیزی از خدا خواستم. شاید برای بعضی ها این عجیب باشه که یکی همچین مثلا دعایی کنه، ولی حق میدم چون تجربه منو نداشتم، چیزی که من دیدم و کسی ندیده. من از خدا خواستم که حتی اگه یک باغچه به من اون دنیا بده توی بهشت، من میخوام این درخت کنارم باشه. من دلم میخواد اون دنیا، انشاءالله که امیدم که بیشتر از یک باغچه است، ولی گفتم خدایا من دوست دارم این درخت اون دنیا ببینم، این درخت اون دنیا کنار من باشه. کنار کودکی. بله. یکی از تجربه های نزدیک به مرگ، به سلیقه شخصی خودم صرفاً عرض میکنم، بسیار دوست داشتنی و آموزنده بود برای بنده. تجربه عزیزی است، چرا که یکی از عزیزترین آفریده های خدا درخت رو به ما بیشتر میشناسونه و مراقبت ما از درختان رو، گیاهان رو بیشتر یادآوری میکنه. من خیلی این تجربه رو دوست داشتم. خدا هم انشالله دوست داشته باشه و راضی باشه از گفتگویی که انجام شد و از اینکه سر قرار حاضر شدید، از راه دور از اصفهان تشریف آوردید. خواهش میکنم، وظیفه بود. قدردانم. سلام مارم به اصفهانی برسونید. خیلی ممنون. شما یک چیزی میگین همیشه آخر برنامه‌تون، من خیلی دوست داشتم این که وقت قرار رو میگفتین، من خیلی دوست داشتم بگم که این انشالله تمام عوامل این برنامه و تمام مردمی که این برنامه رو میبینن قرارمون باشه پای همون درخت صدر. انشالله قرار همه ما باشه پای همون درخت صدرت المنتهی، زیباترین درختانی که خداوند آفریده است، سراسر نور و مهر و عطر و پاکی و رایحه و زیبایی برای ما. اینها آفریده هایی است که ما را به آن وعده دادند و خداوند الکریم و اذا وعده وفا. کریم وقتی وعده میکنه وفا میکنه. خدا وعده داده که این رو برای ما آفریده. این درختان رو قرار دیدار بعدی همه ما باشد
در کنار سدرة المنتهی، زیباترین درختان خداوند. برای اینکه به این قرار برسیم باید خوب زندگانی کنیم، پاک زندگانی کنیم، با درختان، با جانوران، با انسانها، با خدا، موجودات فرامادی و با خودمون. باید خوب زندگانی کنیم که بتونیم به این قرار برسیم. برقرار بمانید، برقرار بمانیم و بیقراریم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. نمی‌توان از تو گفتن که تو در فهم بودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی. نه به جان نه به گندی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه دیدی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم بودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه